ولاگ خوزستان گفتیم حاجی لایکا 30,000 تا شد، یک مشهد نرم بریم آقا. من دیدم که بله به اون عدد رسیدیم و وقتشه که به 4 ببرم مشهد تا هم شما هم تمام بچهای یوتیوب با فرهنگ زیبای مشهدی آشنا بشن. به مشهد خوش آمده. عشق بعد از 10 سال شاید هم بیشتر از اردوی مدرسه اومدم و واقعا خدای حرمو دوست دارم. اینا طلاییه، واقعا طلا. آب طلا. اینجا طلا نداریم، چی داریم؟ آب طلا. اینجا وقتی عزیزی که خوشت اومد چی میگی؟ بیارم میگی خیلی طلایی. نه این خودت طلایی. تو خالی ببینم چی بازی نه. قراره تو مشهد غذا بخوریم، دور بزنیم، مشهد بهتون نشون بدم، شله، همه چی. آب عویش بستنی مشهد، ظاهر، قهوه، شاندی، همه چی. وایسا پیتزا دیگه به فکر جیب ما هم سوغاتی، باشین. انگشتر، زرشک، زعفرون، زرشک. اون لیست خرید خانه اتون فکر کنم می‌خوایم. بدبخت شدم، ما بدبخت شدم. شیشه کاری ها رو نشون بده. خدای هنری، خدا وکیلی. اصلا جدا یه چیز عجیب میشه رو نیم بگیری. رو نیم دارم میگیرم. اصلا یه دونه بگیر از این خدایی واقعا. باید اینجا باشید و ببینید. واقعا اگه بچه‌ها بیاید حرم لذت میبرید. واقعا از معماری که ببینید حرامتون میشه. اینا چند سال یه بار عوض میکنن یا مثلا ترمیم میکنن؟ ترمیم نمیشه، اینا هم تمیز میشه. این چند سال پیش نه چند سال پیش ساختن. مجرد حالا با مجرد حالا بالا تمیز سلام عزیزم. چه عکسی هاشو؟ آره. آقا اصل کاری اشیا شد کنم تا حالا تو زندگی من انقدر نزدیک نشدم. نزدیک‌ترم میشی. تموم شد دیگه. آقا من یه دونه شم ندیدم. آقا شم الان چرا توته شم برای ما مشهد یا مال قدیم بوده. شم برمی داشتن آب میکردن دوباره استفاده شه، حالا دوباره هم شاید مفروختن. چه اشکالی ده؟ بعدم حرم زمان برق نبوده، شم بذاشتن. بعضیا حواسشان نبود. اصلا این بازیافت از همونجا شروع، بازیافت اصلا از همینجا شروع. ما مشهدی شم آب میکردن دوباره خونش میکردن. آقا زمان اصلا بازیافت خود ما مشهدی ها اشتراک داریم. پول بی نهایت شم و هی میفروختن، آب میشد. بیزنس. آقا یه چیزی بگم. بگو. گشنم خیلی وقت غذاست. خیلی ما سول کردیم، تصمیم گرفتیم اول بریم غذا بخوریم، بعدم بریم سوغاتی بگیریم. قرار شد الان بریم غذا بخوریم. آره غذا بخوریم. ولی داداش عملاً مشهدی. آها مشهد اشتباهه. آره. یا آقا چی می‌خوای بهمون نهار بدی؟ نهار که الان وقت شامه. آره تقریبا. به نظرم الان یک شله بزنم. شما یکم واقعاً تا حالا شله نخوردم و باید بدونم چیه. بهترین غذای زندگیته. خیلی محکم داری میگی ها. یک نوع آشی که توش همه ادویه داره، همه چی داره، خوشمزه. باید چنبش بزنی، چنبه رو بزنی کار چنبه. آقا بریم من چنبه یک چوبه که بزنن. بریم شله. این همه شله میکنید واقعا اگر خوشمزه نباشه ناراحت. ببین این واکنشا رو بگیر، بعد از اینکه مخورن ادیت بزنه ببینن که من میشه بخورم نخورم. حقیقتا منو بابا کیه بار شله خوردیم بابونه اینا رفتن مشهد. گفتم آقا میرید مشهد حتما شله بخورید. اشتباه گوش بدید. روشو خورد گفتیم که قیمت زیرش هم حلیم میدیم. هم نزن دوتا همین که هست. حمام نزنن بازم خیلی متفاوته. آقا شما بیاین اولی که دوباره به مشهد خوش اومده، دومی که خوشمزه ترین غذایی که تو زندگیت خوردی تا حالا چی بوده؟ چهارم به مشهد خوشمزه ترین غذایی که تو زندگی. ببین من غذا خوشمزه زیاد خوردم. من کلا غذای آسیایی، تای فود و کلا اینا که اصلا با قرآن مجید باش یک بار رفتم این تای فود مای فود خوردم، به سگ خدا نمیارزید. خدا لعنت اینقدر مزه سگ میداد. باباتون چلوگوش میدم تو مشهد، شیشلیک میدم، شله میدم، چی میخواین دیگه بابا؟ غذای من نون پنیر دیدم. برای چی؟ آقا اینو بهتون بگم اصلا نگاه شله تند مخوره ما. یک آتشی تو آدم میاره. تند یعنی سری یا فلفلی؟ ببین فلفلی
فلفلی. بعد نگاه کن او نون پنیر سبزی که می‌خوری اصلا یک آبی رو آتیش اصلا زندگی تغییر میکنه. نون پنیر سبزی که می‌خوری یعنی اینقدر غذا کمه کنارش نون پنیر سبزی میدن سیر شی؟ نه او اصلا ترکیبیشه آقا. نگاه شما تو دسر میدن. نه دسر نیست، باید با هم غذا بخوری. آها پیش غذاه. تا جایی که من فهمیدم فانتا سفارش دادی با شله فقط باید کوکا مشکی بخوری. اسپرایت سفارش دادیم اصلا. آقا گوش بده. شله تا جایی که من فهمیدم یک قیمه است که همراه با حلیم میخورم و کنارش نون پنیر سبزی سرو میکنم. از فوش ناموس بریم ما این حرف بدتر بود، بسیار بهم برخورد. اصلا اینجوری نیست. یه آش نیست. نگاه شله یه دونه مثلا آشه، هر جویه بکنی داره میخواد لوبیا برنج همه چیز داره. آدم نیست لوبیا همه چیز داره. بعد حتی تنگاشو خیلی یک کنار عجیبه. بچا من میخوام به هیچی فکر نکنم تا شله بیاد. شما الان میبینی چیه؟ زندگیتان از قبل امشب و بعد امشب جدا میشه. این بابا او رو باید هم برو مثل سسشه. سس سالا خوردی؟ حلیم با گوشت. سس سالا خوردی؟ سس نه. حلیم چیه؟ من اصلا خودم سس بازم. هم نباید میزدم؟ نه هم بزن همش درسته. بنیامین نگاه معلومه شله باز. بنیامین غذا رو نخورد، از فرداش نگفت مفت فقط شله مخورم غذا نمیخورم. فکر کنم من یه روز مثلا برسم خونه میگه بابا شله از گوشمگی زیاد به جای مثلا تای فودی سوشی چیزی اینو سفارش بدم واقعا. آقا غذا پیش داوری نکن. چشم. اول بخور. با نون باید بخورم از ششت. نه خالی نمک هم بزنی. نگاه بده نمک بده. نمک تموم. حالا این شله است؟ از فوق العاده بودنش برام بگم. نه یه سال این شله است؟ بله همین شله است. به قرآن حلیم با قیمه است. بنیامین دقیقه پیشش میگم غذا نیستم. اما قیافه‌اش الان می‌بینی غذا یعنی که نخوری. من میخورم ولی این حلیمه. الان ترکیبش درست بود. میره بزن. ماشی گوسفند مگه داری غذا میدی اون همه سبزی گذاشتی؟ صد رحمت به گوسفند که بی غذا میگه علی. من اینو خالی واقعا اشکال نمیتونم بخوام ولی با نون بشه باحال. بده من نظر تخصصیمو بگم. گفتم پنیر درست. من اینکه میتونم اول شله رو تخریب کنم بعد موافقت کنم باش. در این صورت میتونم یکم تخریب ببینم چه. ببین این غذا علنا حلیمه که روش قیمه ریختن و کنارش نون پنیر سبزی سرو میشه، ولی این ترکیب برنده ای به صورتی که من اینو بخورم میشه این لقمه رو برام ممنون میشم. چجوری دوباره همون لقمه‌ای که لذت برد. این خیلی شطوره اشنا. چی نگو دیگه برو. خب اون خیلی شطوره. حالا بگو. عجیبه ولی خوشمزه است. آقا بیا من نظر تخصصیمو بگم. بری. اول از همه قیمه‌شو بخوریم. میشه یه کاسه سس بیارن واسم فقط. قیمه روش خیلی خوشمزه بود. شکر اینا حلیمه دیگه. بچه‌ها واقعا شله. آریان که داره با تمام لذت میخوره. خب نون پنیرم بگو بیاره. حس میکنم افطاریو دارم با سحری قاطی میخورم. همین. دقیقاً. ما کنترل دارم میکنم خودمه. فهمیدم. گوشتم شده. مامانم گفته برو هرچی سر یخچال است قاطی کن بخور. تو قیمه ما مشهد خوزستان اتحاد داشتیم تو خانم. داریم اتحاد. به خدا من همچنان اتحادو دارم ولی داداش سعید شله. دست شله. آقای تهرانی ها اگر غذای اجنبی خوردن اینا اگر غذای اجنبی خوردن اینا فرافکنی میکنن نه خوشمزه است. خود خوشمزه است ولی خوشمزه در این غذای زندگی خدایی نیست. گفتم شله اصلی رو باید محرم بخوری. فرق مثلا قیمش بیشتره؟ نه چوف مسقال توی گوشت بود خیلی گوشت. آها ببین نمیدونم چرا ولی تونستم همشو بخورم. بهترین غذایی بود که تو زندگیش خود پای صحنه دست ما رو بوسید. گفت آقا اشکان ممنونم واقعا بهترین غذایی بود که تو سگ تو تایفود واقعا غذا خوشمزه بود ممنونم. الان آریام پرس خوشمزه بود. مشخص از قیافش. آریام رو لو پاور موده. لو پاور مود ابدیه. الان قابل باورتر است. واقعا شله خوشمزه است. با نمک من نمک زیاد میتونم بخورم.
این نمکش اتفاقا کم بود، خوب که به چهار نمک زدن. آقا اشکان تو خودت هم تو بانمکی. آقا اشکان یه سوال بفرمایید. ما رو بردی حرمو دیدیم. بله. ما رو بردی شولرم خوردی. ماره. ما رو بردی شولرم. موره نمیشه خب ماره. خودت گفتی موره بره تکه کل ما نمیخواد. خب چرا اولش گفتی موره؟ آقا یه سوتی موره. آفرین پس منم بزن. ما رو بردی شولر خوردیم. خوردم. بله. الان برنامه برای ادامه امروز و فردا چیست؟ امروز ما آمدیم دیدنی های مشهد ببینیم و سنت ها. آها. فردا میرم سراغ عشق و حالای اصلی، نایت لایف دارم. یعنی امشب ما فقط اومدیم یه حرم یه شله سنتی بازی. پس یعنی امشب فقط سنت های مشهد بود. باریکلا. بی صبرانه منتظرم فردا بریم عشق و حال های مشهد. باریکلا بریم اشغال کنیم. الان بریم بخوابیم؟ نه. اصلا شله رو بخوری بدون بستنی زعفرونی ظاهر و رضا بشه. آقا میگم ما اول اومدیم پیپی گرفتیم اشتباه کردی. بعد اشکان گفتش شده داشت بعد اینو بگیریم. گفتم من پیپی دوست دارم. به زور از اینا برام گرفت. و لطفا شما اگر اومدید مثل من نوب نباشید. آقا یه از من بزنم دهنو بابک. من بذار اینو اگه اومدید لطفا از اینو بگیرید. اینا نگید. آقا ما فهمیدم. وایسا کجا اومدیم بستنی بخوریم؟ بستنی ظاهر و رضا هم سمت حرم داره هم سمت صیاد. حتما امتحان کنه. یه لحظه آقا بخوام بامزه شم. زعفرونیش خیلی خوشمزه. بستنی ظاهر و رضا. بستنی ظاهر شد. آجی نمیفهمه بنیامین طنز تو رو درک نمیکنه. خیلی ما تو مشهدی یه طنز به نام طنز نافهم، یعنی طنزی که بقیه نمیفهمن ولی خود ما میفهمیم. اینجوری شد که ما وارد روز بعد شدیم. به روز دوم ولاگ مشهد خوش آمده. آقا ما همین الان از خواب بیدار شدیم، یه نوشیدنی زدیم. اشکان گفت ببرم بهتون شیشلیک بدم. وقت شاندیزه. بودی شراب شدی. نشده تو زندگیم نیم ساعت بعد از این از خواب بیدار بشم گوشت بخورم. گوشت اصلا نگاه چه اون صورتش چه این صورتش باعث شادابیه. هیچ وقت یادتان نره. یعنی چه تو شله باشه گوشت چه شیشلیک باشه گوشت. این صورت و اون صورت یعنی کلا ما دو صورت از گوشت شده. یکی شله است یکی شیشلیک. نه چلو گوشتم هست. چلو گوشتم. آقا چرا سه صورت؟ یک صورت دیگه هم داره. چه صورتی؟ یک صورت. اگه شیشلیک واقعا بهترین غذای زندگیم نباشه من میدونم اون مشهد. قسم بخورم هست. من میدونم اون مشهد. قسم بخورم هست. ببین من سخت گیرانه میخوام نسبت به شیشلیک مشهد نظر بدم. هاردکور نظر بدم. خیلی هاردکور نه دیگه. عین شله نظر نمیدیم. نه ولی به همه چیز نظر میدم. نظر بده. قبوله. برده خوش آمده. من فکر می‌کردم شاندیز یه رستورانه. البته اینجا محله است. البته اینجا شاندیز نیست. ته ابرده یکم خوشگل‌تر، خوش آب و هواتر. ما شما جان تو ته. خوشگله. اصلا چیزه نه جدا الان شاخی شبیه شماله. برای تیوران الان احساس می‌کنم مازندرانی. جدا. بعد تازه شیدیکا بزنیم. تازه هواش به نسبت به خود مشهد هم خیلی خنک‌تره. جدا باحال. میتونیم بوسم کنیم. چرا؟ شیشلیک اگر خوشمزه بود ما چون میکنیم میخورم. منم همین. چی میخوری؟ یعنی شیشلیک اگر خوشمزه بود میخورم. آها. چیز دیگه. ولی واقعا من خیلی از شیشلیک خوشم. هم غذاش خوبه. لوکیشن خدایی خوشگله. یعنی از مشهد انتظار نداشتم. همیشه همه چی از مشهد انتظار داشته باشه. همه چی؟ الان گفتی همه. ببین اشکان کامی بعضی وقتا یه حرفایی میزنه. پیست اسکی. آفرین. ببرمون اسکی. ببرمون. ببر پیست اسکی روی یخ. حالا شاید روی یخ نمیشه. نه دیگه من چیز میخوام. کازینو میخوام. کازینومون چند وقتی بسته. شهر ما خسته شدیم بابا. نشون بده از کجا اومدیم. خود شماله. اون سورا اونجا.
ببین یعنی من میخوام فقط این شیشلیکه خوشمزه نباشه. عین شله که میگی خوشمزه. هیتر مشهد اینجا بابا بس اینجا اینجا بچین دیگه کوداوردی دارم میکنه. پنت هاوس آقا ستای واسم اینجا کجاست؟ آورده ما رو با خودش نبرده امشب اومد برو بشیم آجی معلوم نیست چی میگه. باورم نمیشه. بده من چه کجه؟ برادر نذاشتن بابا. بزن یه دو تا بزن. باورم نمیشه. چرا باور نمیشه؟ باورم نمیشه. کی باور نمیشه؟ نمیدونم. باور نکردنیه. ولی واقعا ببین هاوس من ببین واقعا ویوش خفنه. یعنی آقا من یک آدم ریالستیک حقگو هستم. تو یه آدم پلاستیکی هستی. چون گفتم ریالستیک آره کلمه همگام بود. آره واقعا خوشگله. خب میخوام رنگ چشاش الان پر رنگ‌تر میشه الان برای همین وقتی رفیق چش رنگیه. ببین ولی جدی میخواستم یه چیزی بگم. از کل سفر مشهدمون الان بیشتر از همیشه دارم لذت میبرم. آره چون هم غذای هم تو ویو هم غذای هم ویو واقعا چی داری یاد میگیره. هم غذای هم تو پنتو هم شیشلیک بخورم باریکل بعد برارم آقا ببین بذار من که نمیخوام چیزی بگم ولی واقعا گنده است. گوش گرفتی؟ آقا تو این کاغو بگیر یه لحظه چقدر نرم کنده شد. شما میگم مثلا گوشتا تو مشهد یک مزه دیگه دارن یک طعم دیگه. همون چطوره؟ بی‌نظیره. ببین واقعا ریالستیک بخوام نظر بدم خب نرم ترین گوشتیه که تو زندگیم خوردم. خدا وکیلی گفت. یک نظر میخوام بدم اونم نظر قطعیه چون من برای شیشلیک اومدم اینجا. این رو بده به من. میشه نسبت به دستت نشون بدی اندازه شیشلیک رو؟ واقعا بزرگه. یعنی اولین چیزی که میتونم بگم. آره دست به چیز. یه لحظه 1 2 3 ویکتوری وایسا هنوز نظر نداده شاید خیلی بدمزه است برای آقا گوش کن 1 2 3 نظر بی‌نظیره. با اون فایده داره ما خانه بده بخور. آقا نمیتونه حتی حرف بزنه. شما ببینین این غذا چیه. ببین تو بلاگ خوزستان اشکان نمیتونست حرف بزنه اگه در باشه. اینجا شما نمیتونین با پرچم شهر رو بردون بالا یا نه؟ خوشمزه در این غذا فعلا قطعا خوشمزه ترین شیشلیکه. شما میگم گوشت به ما اعتماد کن. واقعا چراست می واقعا من عجیبه. گوشتارم خیلی دوست داشتم این دوتا نمیدونم چرا شما تا گاز زدن گوشت یهو چشاتون وا شد؟ انقدر خفن. گوشت انرژی میده. مزه استیک میده اصلا شیشلیک نیست. استیک شیشلیکی عزت ببرن. آقا ما میگم اگه شما چلو اگه گوشت بازی ما میگم لورا یک بار بعد مشهد هم بیاد چون اونها هم گوشت بازه. لورا نگاه کن تو اصلا مهریه دختر میبینی الان گوشته. حاجی اصلا این تو ویدیو ساکت نمیشه فقط داره میخوره. حاجی بعد میدونی جای دیگه میری شیشلیک اینقدر گوشت روشه این یه تیکه اینقدر گوشت روشه. صدا گاو در میاره. ببین ساکت کردن من توی ولاگ برای هر کسی خیلی نیست. سخته ولی ما اینجا انجام میدیم. مشهد شهر عجایبه. عجایب شهر چیزی بودی مشهد خودمون. آقا یه سوال میتونه بهترین شیشلیکی باشه که خوردین؟ 100%. اصلا بهش میگن تو تهران 6 تکه مشهدی. خوشمزه ترین گوشتی که توی زندگیم خوردم و من مطمئنم بعد از لرها شاید قبل از لرها مشهدی‌ها تخصص شدیدی در درست کردن گوشت دارن. یه لرستان ما بریم. یعنی من واقعا اینو بهشون کردیت میدم. واقعا خوشمزه است. بده من خب اینو. مال منه. بابا یه دونه بده. آقا بذاری به چه گوشت بکش. ببین پشما بریزه گاز اولو میزنی. ما هم 3 گفت چشم چرا اینجوری واقعا ببین یه نرمی خیلی عجیبی داره. از نرمیاش برام بگو. شیشلیک تهران اصلا اینجوری نیست سفته با خوشمزه سری نرمه. اصلا من تا حالا شیشلیک نخوردم. چرا اینو میگی؟ چی میدین به گوسفنداتون میخورن؟ ما به گوسفندامون گوشت میده. خود گوسفندامون هم گوشت میده. یه سوال چه جوری تو برمیگردی میگی این از شله خوشمزه تر نیست؟ واقعا خوشمزه ترین غذای زندگی چله است. ببین او اصلا تو خون مایه ولی این هم تو خون مایه. نه این آخه میگه شعله محرم یه چیز دیگه است. داداش اصلا رب نداره. تو بگو بهترین شعله جهان باشه. ببین اصلا نمیشه مقایسه کرد با این. من شیشلیک مشهد رو
در لیست 5 غذای معتبر دنیا قرار میده. آقا من بیام مشهد یه دونه به خاطر امام رضا یه دونه به خاطر شیشلیک. ببین میدونم بخاطر آشکان. نه آجی واقعا میگم بچه من میخوایم بخوریم آجی. حتی به خودم من تعریف علکی نمیکنم. اگه میخواستم بکنم میکردم ان شاء الله. من بچه‌م ندارم. ولی واقعا خوشمزه ترین شیشلیکی که تو زندگی خب دیگه بچه‌ها ما میخوایم بریم غذا بخوریم. حرف زدن بسته درسته؟ کسی دیگه حرفی نداره؟ اینقدر خوشمزه است برای اولین بار تو کل کریرم از اینجا بعد ولاگ برام مهم نیست. ما میریم شیشلیک بخوریم. خداحافظ. خجالت میکشید. واقعا خجالت میکشید. این چه طرز غذا خوردن؟ احساس ویکتوری داره. قحطی اومدید مگه؟ نگاه. مو احساس تو مگه به ما قول ندادی ما رو میبری بازار؟ چرا؟ خب ببر دیگه. چی میخوای؟ گز. مشهد زعفرون برو گز باید بری اصفهان. انگشتر. تسبیح انگشتر زعفرون باید چیز ترش ندارید شما. چرا یه چیزای ترشی داره من تو ماشین بهت میگم. تو ماشین داری؟ آقا شما قرار بود غذا خوب بود چیکار کنین؟ فوشش بدین؟ آره. پیروزی گفتم میخورم. بهت راست میگم. آمدم برای خرید سوغاتی. ببین سوغاتی مشهد چیه؟ عمو سوغاتی مشهد چیه؟ زعفرون. خب نه آقا دونه بگید چی میخوای؟ قبلا گفته بودم فیزیوتراپی رفتم من یه انگشتر واسه دایی میخوام. دایی جان. زعفرون و مواد خوراکی، غذایی، زرش، همه چی اینا میخوام واسه خانواده ببرم. بگردون. من تسبیح، زرش، زعفرون، عطر مشهد، بلک افغان. عطر مشهد پیشنهاد میکنم. یه خورده دیر روه یعنی دیر با چی درست یه سوال همیشه انقدر مشهد شلوغه؟ آره سمت حرم شلوغه. سمت حرم خیلی شلوغه. اینجا تنها آپشنیه که 24 ساعته. سوغاتی من یه دونه لنکروز. جانم. سلامش. آدم بره آقا بنیامین بره فامیلاشون میخواد سوغاتی زرش بخره. من چی؟ ما چی با؟ ما ستات هم زرش من آورد دیگه. آره دیگه. بنیامین میخواد. پتو فکر میکنم. شماهاجی عشق کرد. لای کدوم درق میخوای بخوابی؟ اوکی من اینو میخرم. یه لحظه مغزم رفت. حاجی نیم که بقول بیمارستان همین اموجانسا رسیدگی میتونم بستریز کنم. نبات رو نشون بده. نبات مشهد یه چیز دیگه. یک نبات. نبات به مال به کنج لبات. بره چی نه به لبایمونه. چی پیدا کردی؟ آجی از حسابمون این ماشینه. یوتیوبر مود یوتیوبر نیست. این ماشینه. هر اوفی داره بریم مستقیم. این ماشینه نباته. این سوغاتی کنی؟ همین اون قدم به نظر من ترشی زیاد واقعا آسیب میاره اصلا آسیب. اگر شما یک شهر رفتی و ترشیجات اون شهر رو نخوردی شما به اون شهر سفر نکردید. زیادیش هم ولی آسیبزا از نظر ما به خودی خود میتونه آسیبزا بشه. زرش چقدر میخواین شما چقدر بر خانواده میخواین عالی همه. چقدر زرش میخواین جدی؟ ببین یک کم بگیر فقط تبرک مثلا نفری 5 کیلو. آره اونقدر زیاد نیست. خوشم میاد کم خواهه. تو یه پرس همون میشه 5 کیلو ریال. ای 500 گرم. آره این میتونه مال کاریش بکنه. 300 گرم محبت میکنه. چون لجتون در میاد. چیه داداش؟ میشه نصفشو من بخورم؟ میشه نصفشو من بدی؟ بگم به منم میدی؟ نه شو آریان نبر. آخه میخوری حداقل جلو دوربین. من تافی میدم. پاستیلم میخوام. براتون اون حامله من پاستیلم میخوام. یار میکنی تو چی؟ بذار بهت بگم. نه وایسا. اینو بگیر. این باشه. بله. این نه. آره. یه دونه از این پاستیل پایینی هم بده. بله. سرویس برام تا بنیامین اینا رو حساب میکنه بیا. ایول. ماشاءالله دستاتم سنگینه. زعفرون نفر 1 گرم. چطوری؟ بابا دیدیمت ماشاءالله. دیگه نمیشه تو ملی شش قشنگ. بابا قشنگه. بابک آریان بابک. آقا عشقی. درگون کنم مشتی خوبی. بایمون ته
آقا خود مشهد خوبه یا نه؟ خیلی تموم. شله خوردی؟ نه نرسید. کوثر شمالی. برو یک شله بزن. چی گفتی؟ کوثر شمالی. آها آدرس یه مغازه بکن عالی بود. بریم خانه خرید زیاد اصلا میگن باعث بیماری‌های روی درمان میشه. تسبیح تسبیح بخیر چی کار با دست بگم. به یارو گفتم داشت تخفیف نمیخواد دش بکش بقیه‌شو. یعنی 1000 تومان تخفیف هم نگرفت. دستگاه گرون هستن. آقا من با اینکه شما بریم اونجا باید همون بخریم. بخر دیگه. برو برو. اصلا ایده خوبی نیست. خیلی باحال. من بهتون قول میدم ایده باحال میشه. عکس حرم یکی از چیزاییه که واقعا برات ماندگاره و قشنگه. واقعا جدی نه ولی برات رو تابلو میزنم خیلی قشنگه. میذارم به یاد تو. این ایده رو نیستم. من اصلا حرف نزن. اصلا حرف نزن. ولاگ مشهد تا الان خیلی خوش گذشته. عالی میشه برات. آقا واقعا چرا مخالفی؟ تو خراب کردی همه چی. الان واقعا 4 نفره حتی آقای گلزار سوپر استار مملکتمون هم از این عکس‌ها داره. خود ظریف باشم دیگه سعی می‌کنم نه نمیشه. من سعی می‌کنم شما رو زرد نزدیک بزنم. خب اوکی. لوکیشن رو باید انتخاب کنم. فقط یه سوال من عکسو کجا میگیرم؟ گرین اسکرین نمی‌بینی؟ اوکی. ما بریم عکس‌ها رو بس بگیریم. 12 40. تایمو کنارم دیگه. آره اوکی. 4 تای ما. اوکی. یه جدیست بگم من دایی فهمید میخوام بیام مشهد گفت یه انگشتر سبز براش بخواه. سبز؟ ببین من نمیدونم میخوای چی بدی ولی یه چیزی بده که نشون دایم دادم بگه آفرین. باریکه. ببین نگفت آفرین دیگه اینو یه کاری بودم نگاه تو یک کاری بودم که مثلا وقتی میری تغییر رنگ میده. نگاه این خیلی مهمه میری تغییر رنگ میده. چه رنگی این آبی کم رنگ نیلی آبی کم رنگ. نه از دخترها میپرسیم چه رنگیه کامنت بذارید. سبز گوبرزرقیه. خب سبز گوبرزرقی این الماس روسی بهش میگن. پول معروفی داره یا خدا داداش اوف بودی اوف کامنت بذارید. این کارم هست مثل همون سبز خانه آرفین بردار عشقی این سبز داشته زبرجد بهش میگن. سبز سر نداری بین این و این. اگر انگشتر شناسنامه داره یعنی خیلی وضعیت داغونه یعنی خیلی گرونه. یعنی حقیقت کشتن چند بیشتر میشه. آقا من انگشتر رو انتخاب کردم سوغاتی‌ها دیگه تکمیل برای سلامتی دایی صلوات بفرست. سلام صلی علی محمد و آل محمد. الان بریم چیکار نایت لایف مشهد ببینیم. برام لنکروز ما چی شد گفتی سوغات؟ لانکروز هم الان میرم فعلا بریم نایت لایف تو مشهد بتونیم. الان بریم نایت لایف. الان سوغاتی خریدیم سجاد و هاشمی. گفت حافظم برید. چی؟ حافظم دور آقا عکس من با آقای گلزار در هر و تهر و ببین عکس من در کنار آقای بنیامین آقا یعنی آقا بابک آقا رو میبینی. اینقدر خوشحالم که یه عکسی تو زندگیم هست که رفیقام کنار من رو هوام چون پام رو زمین بود. این AI پاش به مشهدم باز رد و به حرم اومد. بچی برشون با مزه است. ما توی این بک‌گراند عکس گرفتیم خیلی سریع انداخت خوبه. من که اصلا نمیدونم مال با فتوشاپ. ولی من احساس فتوشاپ یه نفر می‌ذارم. عکسو می‌بینه منتظره که کاشته بده. ولی فقط یه سوال چرا اینقدر روشنه فیس؟ یکم زیادی ما رو کانترل کردن. آره کنترل یکم تو رو کنت. چی شد؟ چی شد؟ گفتی کانتور اینجوری کرد. بنیامین زوم کردی بنیامین مخنده سرخ میشه توجه کرده بوده. باورم نمیشه همچین کاری به نظرتون کی اینجا مظلوم تره؟ مو اشکان و من بنیامین من نگاه کن بنویسید آریان مظلوم. بنیامین یه پوفیوزی خاصی تو من قراره برگردم برم زن بگیرم قیافم مشخصه. گفتی زن داری میگیری؟ آقا مبارکه. نبود بگی. انگور بودی سلام شدی. چه کزیده
به سجاد خوش آمده. اینجا مکان دور که نه زندگی شبانه مشهدیان. دور زید نه اوکی نه آقا اندرزگاه مشهد. باریکلا اندرزگو که میتونی بهترین غذا رو اینجا بخوری. آخر شب بیای دور بزنی غذا بخوری. خروس نیست و خروس خروسا میافتن دنبال مرغا. موتور نداره اینجا. موتور مشهد داره رانندگی ها یه خورده یه جوریه که شما شاید زیاد نتونی سوار موتور شی، یعنی به موتور بشی شاید به قصه آخر نرسی. خب یعنی شاید شما زیاد بده که سوار موتور نشی دیگه. الان میتونی جلو رو نشون بدی که بازم اینجا همیشه ترافیکه. اینجا همه دنبال میگردن. دنبال چی خب؟ نمیدونم. بعد یه سالی چرا سپرش قرمز خودش سفیده؟ چرا سپرش سفیده قرمز خودش سفیده؟ تکنولوژیا. یه لحظه بچه کار دارم. نه متأهل شماره نمیدم. هیچ کی بغل ما نبود. 200 دختر صف وایسن. یک خورده خستم من تازه واردم. یه بلیت بگیر و پیاده میرم تهران. واقعا پیاده خیلی فکر می‌کنم. آره به نظرم از موتور میگفتن موتور نیست. موتور هست دیگه. موتور راست میگه مشهدی موتور مخم میشه موتور. باریکلا بابک خوب فکر میکنه. یک جا داره ما کیف میکنی اینجا اصلا سجاد نیه امکان نداره اونجا بری. اگه گفتی چیه؟ امکان نداره اونجا نری. بیای سجاد اونجا نری. درسته. دنبال بازی. آب میوه سجاد. میری آب میوه غیر قابل پیش بینی بود. موتور رو میخوام. نه بریم آب میوه چی داره؟ آب میوه همه چی داره. هر چی دوست داشتی بشی داره. بریم آب میوه بخوریم. بریم آب میوه بخوریم. لیمو. آب کرفس لیمو. نه آب کرفس خیلی آقا اونایی که آب کرفس میخورن آب کرفس بخورن ما حس میکنم احساس میکنم اینقدر بدمزه است اشتهات از دست میدی. اصلا وقتی میتونی آب طالبی آب هویج آب هزار تا چیز خوشمزه بخوری. بابا این آخه مگه آدمه. بنیامین پشت دوربین مرسی از کامرامن عزیز ما. کامرامن بده آب هویجمو بده. لیوان نداره چرا؟ چیز نداره چرا؟ چرا اینجا معروفه آبیداش؟ معروف نیست. چرا بردیم اینجا؟ چون معروفه. بیفام داشت. یه کتاب کمدی بنویس به نظرم. برسم تهران. آقا نظرتون اوورال در مورد مشهد چی بود؟ ببین دو تا چیزش خیلی بهم حال داد مشهد. اینکه خود حرم بود قطعاً. وایب خوبی بهت میده. حال بعد تو میکشه بیرون. اصلا جدا هر چیزی خوشگله. خیلی باحال بود. خیلی خوشگله. خیلی باحال بود. دو حاجی اصلا هیچ کثیفی ندیدم من. آره. همین پیاده رو نگاه اصلا هیچ کثیفی من نمیبینم. هوا ترتمیز خوب. یه ذره ترافیک شبیه تهرانه ولی جای با صفا باحال. ترافیک هم راست میگه. یک کم جدیدن داره. یک کم ترافیک شده. ممکن به شهرام از لحاظ غذا چه عددی میدی از یک گوشت بی‌نظیر شعله از یک تا چند میدی؟ شعله خوب. بیاید شعله رو بیاید تست کنید خودتون نظر بدید. اگه آشنا دوست دارید شعله حال تو تک تک غذات ما بنیامین رو بذار بگیرم. بنیامین جان نظر شما چیه؟ آقا شما به مشهد چه امتیازایی میدین؟ من تو کل مدت سعی می‌کردم آب هویجمو بخورم. ببین مشهد از نظر من ریت خیلی بالایی میگیره. اولا که من یه جمله گفتم واقعا میگم البته تو سفر اول به نظر رسیدم اگر قرار باشه تهران زندگی نکنم غیر از تهران شمال هم زندگی نکنم مشهد زندگی میکنم. دیگه چی مون داره دیگه؟ داداش مشهد مونده. 32 شهر خودم خوزستان رو نگفتم چون گرمه. بله من چون خیلی با کلاسم مشهد زندگی میکنم. باریکلا نظر در مورد شعله 1 تا 10 جایزه بهترین خایمال سال رو به بابک. بیا حرم واقعا به نظر من یکی از قشنگ‌ترین چیزایی که تو زندگی می‌دم. من خیلی خوشم اومد واقعا. بذار موسم کنار تایید کنم. حرم که اینجوری بود. بعدش رفتیم شعله خوردیم. شعله که فوق‌العاده بود. خیلی دوست داشتم. دوستان من به نظرم اگر حلیم و قیمه و قاطی کنید 5 سبزی بخورید خیلی خوشمزه. اصلا این حرف اصلا نمیخوام قبول کنم اسم شعله. ما هم نمیخوام حرف اصلا قبول کنم. اصلا برام مهم نیست. برای ما مهمه. بعدش شبش رفتیم بستنی خوردیم. واقعا بستنی به نسبت به قیمت بی‌نظیر بود. زعفران نسبت به قیمت فردا صبح از چون قیمتش 40000 تومان بود. خب خوبه دیگه. مگه من گفتم چیز بدی؟ نه تو باید بگی کلا خوشمزه بود. خوشمزه بود واقعا. به نسبت به قیمتش هم عجیب غریب. سپاسگزارم. اما پس ما وینه گرفتیم. پس ما وینه گرفتیم. وینو با فیچیشلی کار ما در آوردم. سوغاتی باریکلا. بازار هم واقعا بازار رضا رو دوست داشتم. من کروز نخریدی من به بازارش مثبت 10 میدم، به شیشلیک مثبت 10 میدم، شعله به شعله چالم بچه آدماش هم مثبت 100 100,000 قطعا مشهد بالا.
آقا عشق این ویدیو اگه 500,000 تا لایک بخوره میبریم تهران میشه خونت. همه جای تهران بهت نشون. از زاینده رو چی مونده فقط؟ از مشهد فقط آریان چیزی گفت که اصلا بچه‌ها تو این ویدیو ندیدن و آریان رفت ویدیو یه نفر این ویدیو اگه 30,000 تا لایک بخوره چیکار می‌کنی؟ 30,000 تا لایک بخوره همینجا میریم اردبیل. سر این بنازم آبگرم میشه. من خیلی دوست دارم. اگر بریم اردبیل 4 نفره میریم 5 نفره ولاگ میگیریم. باریکلا لخت تو جکوزی کنار من و اشکام میبینیدمون.